خیلی از افراد دنبال جذابتر شدنن برای اینکه بقیه را بیشتر تحت تاثیر قرار بدن. اصطلاح کاریزمای بالایی داشته باشن، اما متاسفانه خیلی ها کاریزما را فقط توی چهره جذاب و یک سری اخلاقهای خاص میبینن. در حالی که توی علم روانشناسی اصلاً اینطور نیست. میگن کار را از کاردان بپرس و امروز قراره با همدیگه بریم سراغ 3 نفر از این بزرگانی که در این زمینه حرفی برای گفتن دارن. یعنی فریدریش نیچه، کارل یونگ و زیگموند فروید که فکر نکنم نیاز به معرفی خدمت شما عزیزان داشته باشند. پس بدون معطلی به بررسی توصیه‌های فوق‌العاده این 3 بزرگ میپردازیم که مطمئن باشید اگه تا انتهای ویدیو همراه باشید با این تکنیک ها می توانید همه رو شیفته خودتون کنید، مخصوصا جنس مخالفو. پس کاغذ و قلم کنارتون باشه که امروز قرار کلی نکته یاد بگیریم. من اسرین عباسی هستم و به این ویدیو جدید از کانال ورژن جدید خودت خوش اومدید. توصیه شماره 1: مراقب هیولاها باش. نیچه میگوید مراقب کسی باش که با هیولاها می جنگد، چرا که ممکن است در نهایت او نیز تبدیل به هیولا شود. در قدم اول برای اینکه بتونیم کاریزما و اعتماد به نفس بالا داشته باشیم، باید یاد بگیریم که نباید با افرادی که دچار مشکل اخلاقی هستند و یا بی‌ادب هستند بحث کنیم و نباید درگیرشون بشید. کسی که ادب و کاریزما دارد وقتی با انسان‌های بی‌ادب حتی به عنوان بحث کردن و کلکل کردن شروع به درگیری می‌کند، تأثیر منفی خودش رو بالاخره می‌گیره. به قول جورج برنارد شاو، هرگز با خوک‌ها کشتی نگیرید، چون اون کسی که برنده خواهد شد. چون این خوک هستش که گل و کثافت رو دوست داره و وقتی که شما با یک نفر گلاویز بشید و بخواید با اون بحث کنید، خودتون رو در سطح اون پایین خواهید آورد. پس قدم اول اینه که باید بدونید که اصلاً با چه کسایی بحث کنید و با چه کسایی بحث نکنید. به قول زیگموند فروید، تنها کسی که باید خودمون رو با اون مقایسه کنیم کسیه که در گذشته بودیم و تنها کسی که باید بهتر از اون باشیم کسیه که اکنون هستیم. و اینجا هم فروید اشاره میکنه که قبل از اینکه تشخیص بدید افسردگی دارید یا از عزت نفس پایینی برخوردارید، ابتدا مطمئن شوید که توسط یک مشت احمق محاصره نشده اید. توصیه شماره 2: عمل مهمتر از حرفه. کارل یونگ میگوید شما آنچه هستید که انجام میدهید، نه آن چیزی که میگویید. مهم نیست اطرافیانتون چقدر درباره خودشون بلوف میزنن تا شما رو تحت تاثیر قرار بدن. در نهایت شما به نتیجه اون افراد نگاه میکنید، به عملشون. وقتی کسی داره کنار شما درباره موفقیت‌های مالی صحبت میکنه ولی یه ماشین هم نداره و اینکه حاضر نیست یک لباس نو بخره، میتونید متوجه بشید که چی درسته و چی غلط. نه تنها شما، بلکه هر کس دیگه ای شیفته یه چیزی میشه که در عمل انجام میدید و نه اینکه صرفاً حرفشو میزنید. مخصوصاً در جذابیت جنس مخالف، کسانی جذب شما میشن که میبینن حرفاتون با عملتون یکیه. توصیه شماره 3: افرادی که کاریزمای بالایی دارن میدونن که کی ابراز احساسات کنن و از اون افراط نمی کنن. همانطور که نیچه میگوید در اغلب موارد ابراز احساسات رشد عشق بیش از حد را وادار می کند، به طوری که ریشه ضعیفی خواهد داشت و آماده است که از هم بپاشد. و به قول فروید دوستی هنر حفظ فاصله است، در حالی که عشق هنر صمیمیت است. بنابراین یاد بگیرید درست تنها باشید. یعنی چه؟ مگه تنهایی هم درست بودن می‌خواهد؟ کارل یونگ میگوید تنهایی به معنی ارتباط نگرفتن با دیگران نیست، بلکه به معنی ناتوانی ارتباط با چیزهایی هست که دوستشان داریم. خیلی وقتا ما تصورمون از یک انسان کاریزماتیک مغرور بودن و جذاب بودنشه، یا به قولی یک عقاب همیشه تنهاست و از این جور چیزها، در حالی که نه، تنها بودن همیشه خوب نیست. همانطور که کارل یونگ اشاره کرد، لزوما تنها بودن به معنی غرور نیست. گاهی وقتا این ماییم که نمیتونیم درست ارتباط برقرار کنیم، مخصوصاً با جنس مخالف. خب باید چیکار کنیم؟ باید تعادل رو در این شرایط حفظ کنیم. نه تنها باشیم و نه اینکه دور و برمون رو شلوغ کنیم. خیلی ها فکر میکنن که اگه با آدمهای زیادی ارتباط داشته باشن و دورشون شلوغ باشه، خیلی افراد باحالی هستن و کاریزمای بالایی دارن و اعتماد به نفس کاذب میگیرن.
ولی به قول خود کارل یونگ اینا کسایی هستن که بیشتر با روبرو شدن از خودشون میترسن و حاضرن کلی هزینه کنن تا با خودشون روبرو نشن، مانند جمع کردن آدما دور برشون. نیچه میگوید هرچه یک فرد دوستان کمتری داشته باشد، زمان بیشتری برای خلوت کردن با خود دارد و احساس خوشحالی بیشتری میکند. پس باید حواسمون باشه که تنها بودن درست رو یاد بگیریم که چه زمانی تنها باشیم و چه زمانی با دیگران. قبل از ادامه ویدیو ازتون یک خواهشی دارم. اونم اینه که به خاطر مشکلات اینترنت و فیلتر شکن‌ها یوتیوب خیلی از لایک ها رو ممکنه پاک کنه. پس خیلی ممنون میشم که با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنید. چرا که واسه چنین محتوایی به شدت وقت میذاریم. دمتون گرم دوستان. مرسی که همیشه همراهمون هستید. بریم ادامه ویدیو. توصیه شماره 4: با خودت صادق باش. زیگموند فروید همیشه اشاره میکرد که صادق بودن با خود تمرین خیلی خوبی است. وقتی میتوانی جذاب بشی که بتوانی ایرادات خودتو ببینی، بپذیریشون، درستشون کنی و مثل زره تنت کنی. اجازه ندی کسی ازش علیهت استفاده کنه. انسان جذاب کسیه که کامله و کسی که کامله کسی نیست که هیچ ایرادی نداشته باشه و شخصیت سایه که کارل یونگ همیشه ازش حرف میزد رو درک کرده باشه. سایه همون شکستا، تفکرات و احساسات سرکوب شده ما هستن که انسان باید همیشه باهاشون روبرو بشه و بتونه پوست بندازه. به قول نیچه، ماری که نمیتواند پوست بیندازد مستحق مرگ است. همچنین ذهن‌هایی که از تغییر عقاید خود باز میمانند دیگر به کار نمیروند. پس از خودت دور نشو، خودت رو بشناس، قبولش کن و ادامه بده. با خودت صادق باش و اون موقع خواهی دید که مردم شیفته تو خواهند شد. همونطور که کارل یونگ میگوید تا زمانی که چیزی را نپذیرفته ایم نمیتوانیم آن را تغییر بدهیم. قبل از شماره 5 به چند جمله از این بزرگان درباره ارتباطات و همچنین ازدواج بپردازیم. فریدریش نیچه: احساس خوبی داشتن در ازدواج یعنی اینکه احساس خوبی با کمبودهای همسرت داشته باشی. تنها چیزی که ازدواج را ناخوشایند می‌کند کمبود عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است. توصیه شماره 5: دیگران را کنترل نکنید. کارل یونگ میگوید اگر کسی می‌خواهد از زندگی شما برود، سد راه او نشوید، زیرا با این کار از آمدن شخصی که در راه است جلوگیری می‌کنید. و جای دیگر هم میگوید کسی که از جهنم احساسات خود عبور نکرده باشد هرگز بر آن غلبه نکرده است. ما باید بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم. در غیر این صورت این احساسات است که ما را کنترل می‌کند. برخلاف تعریفی که از کاریزما رواج داره، انسان‌های کاریزماتیک در مقابل جنس مخالف احساسات خودشون رو کنترل می‌کنن و قدم به قدم پیش میرن. این بیان احساسات اگر با افراط و تفرید همراه شود باعث نابودی می شود، چرا که اگه افراط بکنید مردم از شما دوری می کنند. مرز بین کاریزما بودن و مغرور بودن از نظر مردم خیلی باریکه، پس باید مراقب باشید و اگر توی این قضیه کمکاری یا تفریط انجام بدیم، همونطور که زیگموند فروید می گوید احساسات ابراز نشده هرگز نمی میرند. آنها زنده به گور می شوند و بعداً به روش‌های زشت‌تری بیرون خواهند آمد. پس باید در هر صورت مراقب زیاده روی و کمکاری باشیم. مرسی که همیشه با حمایتاتون به ما دلگرمی میدید و مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعد در پناه آگاهی.